یه دونه هم از اینا میگیریم. مزمز یخچال بیه با طعم کچاپ. این برای چالش امشب خریدم برای بچه ها. اصلی کاری مونده اینجا بچه ها. چیه؟ شما چند داشتید؟ بفر بعد هم اینجا بالاخره هلمان بله که دلمم توی آزگوشت گوسفند بینه دیگه چی میشه دیگه. سلام خدمت شما دوستان عزیز، خوبین؟ سلامتین؟ حالتون خوبه؟ انشالله که هر جا هستین خوب و خوش سلامت باشین. در کنار خانواده عزیزتون شب و روزتون بخیر باشه. دوستان عزیز در این ولاگ همراه ما باشید. یه ولاگ دور همی داریم. امشب مامانم آبگوشت درست کرده، در خدمت شما هستیم. الانم که میخوام برم بیرون یکم خریدی خورده زینا دارم انجام بدم. در ادامه حتما با ما باشید. لایک، سابسکرایب، حمایت فراموش نشه. ممنونم از شما. سلام. اینم هلماس. اینم هلماس کلا رو گذاشته چون بیرون خیلی آفتاب داغیه. میخوام بریم بیرون دیگه، با ما باشید. نمیشه بی سهلا که دلمم توی آزگوشت گوسفند بینه دیگه چی میشه دیگه. yaxshi boshlanı. Çayım kadar çekeyim. Varışı. Bu kadar ince zavallı dünya bana. Ya. Ama bu şeyleri sadece ما بریم نون بخریم. اولین کارمون اینه اومدیم بیرون بریم نون بخریم. بعد از اونورم بریم مغازه، از مغازه هم برگردیم. یه ذره خرید داریم، خریدامون رو انجام بدیم بعد بریم طرف خونه دیگه. آره بابا؟ اینم دل با خانومم کلا گذاشتم اون نسازه. کی بود بابا؟ بیا بابا این پوفیلا رو هم بگیم. یه دونه از اون برداریم. توز موتوری بیا. هلما چیف چند تا شد؟ هلما ببینم. خب 3 تا از اینا برداشتیم. اینم از اینا برداشتیم. اونا رو بذار بالا. آقا این شد خریدای ما. آره بابا اینم خریدای ماست. پلاستیک می‌بینی. اما مرزی رو میگم یه چند تا میخره میاره دیگه. خوبه؟ باش. نه بابا. یک و 400 رفتیم خوراکی خریدیم ما برای چالش دیگه. آره نباید بریزی بابا. یه دونه هم از اینا میگیریم. مزمز اینم خوبه. بستنی از کدوم میخوای؟ انتخاب کن. این هم از بستنی ها. این بذار تو یخچال بیه. آره بابا. برو الان چیپس و پفک برداریم بابا بریم دیگه. فقط مونده چیپس و پفک برداریم. خیلی گنده است. اینا چیه بابا؟ با طعم کچاپ. نه اون برای شبه بایی. غذا چیه؟ غذا آبگوشت. آبگوشت گوسفند. غذا این خریده یا خریده زینب بیا اینو ببر بالا. این چیه؟ تو اصلا جا نمیشه دیگه. بستنی زینب بیانی ببر بالا بایی. آقا اینجوری چالش نیه. این برای چالش امشب خریدم برای بچه ها. امشب چالش میخوام بریم. فقط این
خب فقط به مامانت بده که دوست برای من یه دونه پاک بیاری برای مامانت، این دیگه برای پایین مامان. بیا. از کاری اونجا اینجا بچه‌ها. خیلی سنگین هم هست. اوه دیونه. تمام شد دیگه بره. هندوانش واقعا حرف نداره، خیلی شیرینه دم. یه قالبش هم گذاشتم تو یخچال، این تو یخچال پایین جا نمیشه، میخوام ببرم بالا بذارم دیگه. بریم. طرفا دیگه بریم. خب بچه‌ها ما این عددا رو نوشتیم اینجوری. میخوام این عددا رو هر کدوم مثلا اینجا بذاریم، روی این گوشا چسب میزنیم. هر خوراکی که مثلا میخوام بذاریم هر کدومش یه عدد بده. مثلا حالا اون عدد خوراکی ها رو بچه‌ها نمیدونن. از این پشت مثلا میاد آقا میذاره رو عدد 1 2. حالا شانسش دیگه هر کدوم خوراکی در اومد. فعلا ما اینا رو حالا چسبشو بزنیم. آمادهش کنیم، باز در ادامه با ما باشین دیگه. ببینیم مصطفی بیا من بینم. نه دیگه بیا دیگه نمیشه. بیا یه دونه از اونها بردار از روی میز بذار روی شماره. بشین. از روی خودت جلو نه رقم از رقم. باش. خب بردار یه دونه. این چهارتا بذار. این شماره چند میذاری؟ بگو. دو. نه متاسفانه بفرمایید. شما خداحافظی کنید. اون چیپس مثلا روی شماره چیپس بذاری چیپس رو برمی‌داری. چون چیپس یه دونه خریدین. خب بذار. هم شماره 2 گذاشتی، برو متاسفانه نیست. اون بر بشین دیگه. نه این بر بشین که زینب میاد دیگه. سخمون از سخم دیگه. حالا داری تا اونجا رو هر شماره بیزاری هم میشه. نه متاسفانه باز سر جا. بابا. ما همه زیاده میخوایم. اون چیپس ها. بادم زمینی. نه به شرمنده بفرست. اون برای هست. از اینجا. آقا دایی بگو سری بذار بابا. سری بذار اینجوری میبینی یک ساعت فکر نباید کنم شانسی. نه یه نیست. بوده لیما بودو بابا. کی خواستم؟ لیما فقط سری بابا. الان دیگه اونو نکن بابا. یک دو الان دیگه سه انتخاب نکن. لیما آخریه. نه بابا من نمیتونم بابا. برو. برو بابا نه این نیست. این شما. بشین بابا نوبت تو هم نکنه. برو من همون بشین. زینب تو دست. نه شرمنده. وایسا مصطفی اینا. بگو. آفرین مصطفی بیا. اولین نفر مصطفی. آقا برو. چیکار کنم الان اینا دایی؟ ها؟ اون رو بس خودت نگه دار. برو اینجا. چیز مصطفی بابا. نه. سری بذار مغزم از کار نمیافته. بابا وایسا شده. این چیه بابا؟ درسته. نه بابا شرمنده. نه کیه؟ هندانه مصطفی برو. مصطفی با هم نده. بابا بشین. نه زینب تو اومد هلما بشین. تو برو هلما بشین. مصطفی بعد توی بعد هلما بشین. حتی شما رو به شماره‌اش نمی‌بینید. این شماره 11 تموم شده زینب. شماره 11 نداریم دیگه. شماره 11 مصطفی. شماره چند؟ شماره ها؟ شماره 5. 5 نه متأسفانه. یس. میخوام رکورد بزنم بچه‌ها. شماره تو انتخاب کن. تو شماره بگیر. ولی کسی یک نذاشته. بابا این همه میذاری باید انتخاب کنی دیگه. این شماره چیه؟ یک. نه متأسفانه. نه زینب الان تقلب کرد. آره بابا. چرا تقلب کرد؟ آره خب تو یه دونه گذاشت بعد اون نایی گفت 11. نه بابا تو باش وقت نگیر بابا. نه این باش اصلا از دو می‌زنیم. هی زیشته بابا. 15. نه. زیشته باشون بشین سر نوبت بگیر. در هم دیگه به احترام شماره نشه. دو بزنید. شماره چند؟ 2. نه دیگه شماره 2 چیزی دیگه. شماره 2 چیزی دیگه. وای دیگه نه همون جلو. بچه فکر نکنید من داره کی میگه. این شماره 2 عوض نکنی. برو. نه این چیه؟ شماره چند داشتی؟ بفر بعد هم شماره اینجا نیا. برو. شماره 1 هم تمام شد. برو. بیا هلما. بابا سریع وقت گرفتیم شد. نه یه برو. بابا خراب میشه بابا. بچه‌ها من زیرم نمی‌چینم. شما چند؟ نه بفرم خوش اومدید. بچه‌ها من داوری مسابقه‌ام. هلما پیش باشه این نیست بابا جون در نمیاد دیگه برو بابا. 4. چند؟ 4.
بزن نه دیگه خوش اومدی جان یه چیز دیگه داریم 5 5 نده یه چیز دیگه شما 5 یه چیز دیگه دایی منم خواست سری انتخاب چرا خواب مثلا شما چند نده یه چیز دیگه یه چیز دیگه تو وای سنم نشون سری بدن شما چند بالاخره هلما بچه‌ها شماره 13 اینم شماره 13 هستن نه یکی تقلب کردم بفرمایید واسه شما 13 من دارم مصطفی بابا من کی دایی من یفرین نه بابا جون خوش اومد نه 4 4 هم نیست روی یه شماره گذاشتیم هم انتخاب کنیم ما هم نه بابا اون نیست اشتباهه بذار سر دو میذار دو 4 آقا دو نداریم 4 چهره نداریم کتابو نذار بفرمایید هلما جون انتخاب کن سریع شماره 10 نه بابا شماره 10 چیزی که بهت گفتم یادت نره نصیحتم مصطفی نفر بعدی مصطفی شماره 5 بچه شماره 5 مصطفی آقا کتابم هست میشه واسه شماره چند دارید؟ بالاخره زینب تلسمو شکست بچه شماره چند بود؟ اینم شماره 2 همه تو چرا نهید دیگه؟ بیا دارید شماره چند بود؟ شماره تو کردی؟ تو چرا میری تو چرا میری هلما بدم هلما داره میری چند؟ 4؟ داره هلما دیر نه اون نیست بابا از اونجاش میری بابا شماره رو نمیتونه بدیم داشت بین همه دیگه شماره رو من میتونم بدیم مثلا نه خوراکی ها نه خوراکی هم میگیره الان یا ما دست نشان میدیم شمارهش نمیتونیم نه ده نفر بعدی مصطفی خودت چرا نشون دادی تکی نشون دادی گفتی اینجا برو راست من مصطفی مصطفی قبل این اومد بعد یه دیگه داره این شماره رو عوض کن بابا مصطفی صبر کن خود کار میگیرش کن 4 بعدم زمینی 4 نه نه 4 نیست بچه‌ها یک چیزی بگم خدای ما حواسمون نبود توی بادام زمینی یک دفعه هلما گذاشته بود ما گفتیم نه اشتباه باشه بادام زمینی رو هم برداریم خب اصلا بادام زمینی رو میذارم کنار من بودم زمینی دوست دارم نه با یک شکار من میگه این نه مالی چیزه دیگه نه دیگه اونجا بشه که این داد انتخاب کنیم خب دو تا اونجا گذاشتی دیگه باید 3 تاشو خدا بدی من خیره، برو، برو. دایی من 3 تاشو نه 3 تاشو بدی به من یه دایی برام را چونه ندارم دیگه برو دایی من اینجوریه بابا یه دونه سر کنیم انتخاب کردی یه دونه چیپس یه دونه چیز یه دونه خب اینا هم یه دونه بود اینا میذاشی بعد 4 تا میگه حالا تو برو بعد بگم دایی چه زنی باشه دایی بده دیگه نه یه دونه است میگم دایی چه زنی بیا بابا همین باشه برو خب از واسه داشتم من انتخاب کردم انتخاب مسعود باش آره بزن رافت بعدش دیگه چسبید برگه نه زدایی آبی تا بالا تمام شد این جله تمام شد تو بعدی که دایی بعدی نداریم اینجا این چی بار ندیگه داری سشون چیه بعد اون یه دونه دو تا برداشتی چیه اینا دایی بعد 3 تا میداد به من دو خب تا بچه همجا وایس نمتون یک فیلم تو وایس من چی همه وایس دایی چند تا بردی دیگه مثلا چند تا بردی دیگه خب بچه چطوره چالش خوب بود یا نه بله آره راضی بودین آره یه لایک نشون بدین خداحافظی کنین خوش گذشت یا نه بچه خب خسته نباشین سری بعد دیگه انشالله سعی کنین که آره حتما ویدیو رو ختم دیگه خداحافظی کنین ما خوب جایزه بردی بشیم بابا من 4 تا جایزه دارم. من 4 تا جایزه دارم. آره بابا به چه آبگوشی نه نجا خدایی اصلا رنگش رو نگاه کنه آدم اشتهایش باز میشه خدای آبگوشی ننیم درست نه واقعا حرف نداره هر غذای ننه درست کنه اصلا حرف نداره واقعا بچه حرف داره یا نه خیلی قشنگه نه پیزا بوده. نه پیزا که درست نمونه با فقط آبگوشت ننه یکم به پیزا کمک کنه. اینم شامیه که مادرم درست کرده دستش درد نکنه خیلی هم عالی همه دوره هم نشستیم امروز دیگه چطور بود بچه خوب بود یا نه
راضی بودین یا نه؟ عالی. رفتیم 1 میلیون تومان فقط برای شما خوراکی خریدیم. خدا کنه این ویدیو بازدید بگیره 1 میلیون در بیاد. بچه دفعه بعدی داریم میره 2 میلیون بگیره. همینجوری ببریم بالا. بچه لایک کنید، سابسکرایب کنید. خدای ما بچه. دیدیم توی شرایط خراب رفتیم 1 میلیون فقط خوراکی خریدیم. بقیه همه اینا پشت سر گذاشته، فقط اینا نیست. ما فقط این چیز فای خالی کردیم. هر کدوم نفر یک مشامه برده خانه خود. یه خیلی فقط بچه لایک بزنید، سابسکرایب بزنید. ممنونم از شما. تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.